خوش اومدید به اولین سری از ویدیوهای ماینکرافت هاردکور. بچه ها اگر از این موضوع خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره. خب این اولین ویدیوم تو یوتیوب. میخوام که حمایت بشه. البته میدونم خیلی حمایت نمیشه ولی امیدوارم. بزن بریم. هاردکور رو بچه ها فعال میکنیم. کریت بچه من راستی چیزم گذاشتم، شیدر پک چیزم گذاشتم که خورشید و ماه گرد بشه. اونا که نمیدونن شیدر پک چیه، یه ذره ماینکرافت رو واقعی طور میکنه. مثلا خورشید و ماه مربع، ماه رو هلالی میکنه، خورشیدم دایره. واسه همین زبانش میبینید نمیدونم ژاپنیه یا چینی کجاییه، واسه همین. حالا ما صبر میکنیم تا بیاد. خیلی خوب بچه اسپان شدیم و الان همینجوری که میدونید باید با یه قلب زنده بمونم. چیزای خوبی هم اسپان شدیم. همینجوری که میدونید اولین کار اینه که چوب بکنیم. خب چوب میکنیم. ما آدم کارگر و پرتلاشی هستیم. میگم پرتلاش. خب ما 6 تا چوب کندیم فعلا بس. خونمونم همینجا میسازیم. البته برای ساختن خونه به چیزای بیشتری نیازه. میسازیم کرافتینگ تیبل. توش همه اینا از اینا چند تا خب بچه 6 تا کندیم بس. میایم اینجا همه اینا رو تبدیل به این میکنیم. اینجا یه دونه از این زدیم، یه دونه از اینا و حالا با این زغال سنگ میکنم. تو فعلا به دردم نمیخوره. میکنیم حالا باید شما که رفتین تیبل رو میذارم اینجا باشه. خودمون میریم گوسفند پیدا میکنیم. خب بچه من گوسفندا رو پیدا کنم برمیگردم. بچه من داشتم چی پیدا میکردم، داشتم دنبال پش میگشتم، یهو اینجور رو پیدا کردم. حاجی امیدوارم توش چیزای خوبی باشه. چستش دوتا گل توش بود، دوتا ابسیدین، یه فندک، یه از این باشم چست هست. نه بابا یکی بگه آخه خر خدا این بارش واسه چی باید چست باشه. ولی بچه چه چیزیه راستی. اینجا هم آیرونه.
زیرش هم هست اینجا. بذار بکنیم. اول بازی برخورد با اینه یه ذره عجیب، اگه ما باش برخورد کردیم. از اینا رو میکنیم. لاوا از اینا میشکنیم. نه مثل شما هنوز گوسمان دارم. شد دوتا کریپر. بیاین دستور بذاریم بیاین. میخوام استفادهشون. آره بچه ها بیاین باز شما باهوشید، نبوغ دارید. بچه ها اصلا یادم نبود هارد کنه. شیت بیا همینجا به تارک بهم سنگ میدی. تا دونم سهم من از زندگی همین بود. خدای نامرس بذار تو رو بکنشم حداقل یک گوشت چیزی داشته باشیم، چون که من دیگه حال ادامه دادن ندارم. اینقدر داشتیم میکندیم آخرشم 2 تا دونه بیشتر بهمون نداد. چون نیست اصلا گوسفند. چیکار کنیم؟ گوسفند نیست. گوسفند نیست. چی شد؟ چون مردم. بچه زنبی اینجا چی کار میکرد؟ حاجی پشمام. خب ما تو این سری اصلا موفق نبودیم و مردیم. میریم برای ایشالله سری بعدی پارت 2 رو میگیرم براتون. یه مپ جدید میسازم. اونجا دوباره خودم یک کوچولو میرم همین کارا در این حد میکنم. یعنی کلنگ میسازم و این تختم میسازم. تا قسمت بعدی خدا حافظ. مراقب خودتون باشید. اگه از موضوع این ویدیو و جوری که بازی کردم لذت بردید حتما لایک و ساب فراموش نشه و خدا حافظ. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظ.